سلام علیکم بچه‌ام. صحت سلامت هستی؟ خوب هستی بچه جان؟ احوالکت خوبه؟ خانم نخوردی بچه جان؟ شکمکت گشنه نیستی؟ پدر یک عمر غمبار است، غمخوار است، غمدار است. غم و اندوه و درد و حسرتش ز روز برگردان. بسد مهر و نوازیش. مرحمت بیا. کوشا قدی؟ نه من خوشبخت‌ترین فرزندم که بین که پدر و مادرم کتیمن پیش از سال نو. فقط خواهش میکنم که یگان کلمه نگو، فقط لطیفه بگوم. یا لطیفه بگو. زیاد غمتون میتیم بگم، راههای دور میرم برای من ناراحت میشین، تست زنگ میزنین، لیکن فکر میکنم که حال رنگی بچم خیلی در من ناز میکنم، من خیلی در شما ناز میکنم. سال نوی اومده من در پدر کنم خیلی. اوه اینه یک تو. نه نمیشه. ای بزرگ برای خودم. شرکتی صوف سودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش، برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریاز و زیاد کردن قوای مردانگی و بیماری پوست. داروها با نمودی کپسول الهدایه و روغن سیاه‌دانه که بساط‌ها در دوا هستند پیشنهاد میکنند. داروهای بتیا، پروتئین و گنرهای صوف سودا حتما به درد شما دوا میبخشند. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، درخواست نمایید تخفیف واگیر را به دست میارید و همچنین با تیک توکی صوف سودا ابونه شدن رو فراموش نسازید. دستاوکا به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. شیتوبت تو دیر نمونید. رقم‌ها در روی اکران. کجا آوردی بابا در این تاریکی؟ خب بابا جان بیا برای شما سورپریز شود و برای کل تماشاگینان حالا می‌درویم بعدا شما انا همان زیبا صنم رو می‌بینید. خواهی کدام زنی زیبا؟ البته میروی دکتر نخورم. یه چی نداره. واقعی بسیار مفصل. شب خوب میروی؟ اگر اجازه اما وقت شما در غم خواب رفتن. ای بابا و صدقه رفتیم کنیم. سال نو مبارک. سلام علیکم. بیاین. سال اجازه. نو اقبال نو مبارک. علیکم السلام. اجازت هست؟ اجازت هست بله دروید. نویرم کیاد در آمده بینی. تحفه رو به دست نویرم ما برای نویره جانم تحفه آوردیم. السلام علیکم. آی نیبرایی. کنی یک شیر خان کنی بابات با Дед Мороз, елочка принес, анарик, фонарики, золотые шарики. آفرین شما دید بیاین دروید. ما از کو پشته ها آمدیم. السلام علیکم. شما نفس السلام بابا جان. السلام بابا جان. رحمت بی دروید. بی مرحمت کنید. بابا جان اکنون دیدید انا زیبا صنم را. با فکرم شماست میتون. شما در این چه پیدا شدین؟ ما سالی نو کتی گفتیم سیورپریز خیلی ناز خرسان کردین از جمله بچه جانی مرحمت کنید. گذارید بابا جان گذارید مرحمت کنید. گذارید از کوب پشته ها خونه خوردگی سته دارید مرحمت کنید. خوش آمدید به خانه دختر چه سال نوتون مبارک شد. تشکر. سال نوی شما مبارک باشه. و فکرم شما پدرشون میشوید. ما پدری چه من گل. شما مادرش. خوش آمدین. از سال ما دیگر هممون رو برسانه بچه. ما شما رو نترسوندیم. از سیورپریزی ما نترسیدیم. و فکرم همه جان ترسید. خوش آمدی بود بابا جان. رنگ رویش زرد شد. نخود که از بابای ترسید. خوش آمدید. رحمت افرست. محمد جان در حیرت مونده که بابای بفری نزدیک اومده. ما چه خبرگیری اومدیم؟
رحمت بخون دیدی؟ سخت‌تر دیدی که بابا جان خبرگیریت آمده رحمت بابا جان خوش آمدین سلامت باشین مادر خوش ما را آمدید. خواستن تشکر کردین دخترم تشکر این سالی نو در نظرم که برکت شکتیش آورد الکای بابای برفی به خانه ما در آمد به حق خرسان شدم رحمت هزار رحمت در این خنوکی ها راه تای نموده نبیره جان این چنین نه خوش آمدید ما یک ماه باز در دوشنبه خانه به خانه سراینده ها ای مهمون هستیم سلامت باشید به حد کاری خوب کردید به حد کاری خوب کردید رحمت این شما. حال ششتگی با پدر و مادر صحبت در وصف یمی سالی نو چیکار کنیم کجا تماشا رویم ما نمیدونستیم که بابای برفی خود خانه ما میبیاید انا ارزوهای شما رو ما عملی شد الک تشکر دخترم خوش آمدید سلامت باشید خوش آمدید بابا جان همین نبیره من بسیار مخلصه که خدا اوه چند سوال و چند شرط کتی آمده است مایلش ای دستی ما بیا برای چی نه؟ ای آفرین دخترم همون سوالکای نبیره های من جواب میدی و باز ما دیگر سراینده ها انتظار هستم باز خانه اوه دیگر شما کس الک می‌بریم. ما رو ترک میکنید نه، ما ما در نخواستن خانه شما شما. آمدین دخترم وقت قیمت است سالی نه که بود شد ما آب میشویم نیست میشویم من میدونستم الاو نمیکردم در خانه بابا جان آب نشوید ما چیکار میکنیم برای همین خانه اتون من خانه را گرم کردم الاو کردم که بابا جان با من ندونستم شما میبیایید تشکر با من دخترم نداشتیم شما آف میشه ندونستم بابا جان آفرین سلامت باشید نبیره ما شرطی اول دارد کنی فهمیم کنی چی شرط داشته باشد بابا جان من جان همین فکایی که شما در اینجا میبینید باید همه همین ها را خانم چمنگل کفان باز به فکرم در داخلش چیزی هست بله آه تو از همین کار باید خب یکی پول است آخیر شما راضی هستید می؟ مایلشو کم ترای کفاندن میترسم میترسید خب که روی خانه نترسید بیا یک میتونم که خانم چمنگل بسیار بچورت هستند البته مرحمت بیا کورشه خدی نه با نمکی که می کفون ما میدن نبیره این خیلی خون دیدی گفتم که ترساندم الان آب خورونه جوره ما رو آب پدر شما رو ترساندم وی ایرosتی کفاندم دیده خب من خونم مایلش ما با همراهی بابایم میخوانیم همین نبیرم چشمایی بابا دو قدر ساز نمیبینه انا سوال بهترین به فکر من شما خونه بابا جان در شاهدی ما محبت فرزندیتون را با پدر و مادر نشان ده بله. اوتا جان اوچا جان شما میدونین که من شما را دوست میدارم ها در زندگی بسیار خطا میکنم یا که گناه میکنم یا که یگان کمتر نافهمایی میکنم مرا میبخشین پیش آمدن سال نو لیکن من بسیار شما را دوست میدارم هر قدر که زیاد غمتون میتیم بگم راههای دور میرم برای من ناراحت میشین تست زنگ میزنین لیکن فکر میکنم که حال رنگی بچم چه خیلی در من ناز میکنم من میخواد در شما ناز میکنم من هر دو تا دوست میدارم بسیاری بعد دوست میدارم تو نه تا جان و چه جان تو برای ما صدقه شما کودکی آفرین 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 آب شدم از شنیدن این خیلی سلامت باشین. بابا جان آب نشوید اولو برنامه ادامه داریم محبت رو بی صمیمیت رو نسبت پدر و سلامت مادر باشه. بی البته کاش همه فرزندان دنیا مثل چمنگل سلامت این باشین محبت رو داشته باشند البته خوش آمدین بابا جان و میگذاریم و قسم دیومی فکر البته اوه پدر اشما دور شینو این دفعه آگاه کنید پدر جان اشما دور شینو کفرم خود با فوی بفدندون نمیشه باز با سوال کجا پرید کجا سوال کبیم یافتم من سوال من نبیره جانی باباش شما بسیار سوال خواندن همه فکر تا میکفونم ایشا ملاکایی میرم کجایی
بچه جون نترسید در قصد در بفرمایید. اینجا آمده است که نقش دختری ارکه که نقش دختر ارکه پدر رو بازه. نشان دهید، یعنی که نشان دهید که شما چگونه به پدر خویش ارکگی میکنید. تا جون سالی نوی اومده من در پدر کنه خواهد. اوه اینا یک تو نه نمیشه. ای بزرگ برای خودم. مالش خودم دا میبرینه؟ ای همه دا زور شما دا میبرینه؟ البته تمام. آفرین در حقیقت از عهده نقش ما برآمد. نقش کمایلش که میکنن که در حقیقت ارکه هستم جان. در زندگی ارکه باشد می. آفرین. با همین ارکگی تنگه و طلای شما صاحب شدن. پیساتون نتیه دوزی. تنگه و طلا برای من مهم نیست. برای من پدر و مادر بهترین بایگری هست که در بر من هست. من خوشبختترین فرزندم که بین که پدر و مادرم کتیمن پیش از سال نو دو روز باز مهمونی منم پای کار برای دولتی پر کار برای ایجاد میبرم سری من دا امراه میشینم. مثل ما توفا آورده. آفرین تو خونسان شب که چطور بابا و بیبی و مهر داری. با ساعت سرمانی بردنی بدون بچه من. حتما کشانده بر تو نه باشه. چرا سامانی میبرن نزد محمد جان بابای برفی خود اومد و خیره محمد جان. الکه بابا برفی اومد؟ بله. تشکر. من میبینم دو توی دیگر مونده است. پدر و مادر سرت کفانت ها کفانت محمد رسول گیر بچم آیسته کفان بانت هست. اگه جاد نه جاد کشوش بابا یه نترسم فقط سینی مکروتا ای کوچک کتینی با کوچک کتینی کتینه با پونه اوی نه نمیشه بدندون تمسی محمد کرد زورش نمیرسه. سوالش رو مدست نگره موده. کاری محمد جان شما خورده میتوانید مرحمت. نقشی مادر که پسرش در نقشی حسنی مادری خطیه نفهمیدم مادره که پسرش در غریبی است و با تلفن با او گپ میزند همون رو بازی. سلام علیکم بچم صحت سلامت هستی خوب هستی بچه جان احوالکت خوبه خنم نخوردی بچه جان شکمکت گشنه نیستی خودکت نگاه کن بچم هیچ که لازم نداریم فقط ای خودت کمیم بچه جان خودکت احتیاط کن مادر صدقت شود جانی و چپ در پناه خدا باش آفرین. بچه سلامت باشید. خوب سوالی آخرام مونده است. باز با این از دستی. شوکی میکفانه باشد. البته که من نه. اوی میشد که خودت کفانی نه من درس دارم مرحمت. بترسیم شما ماما ترسیدین بترسم سوال با کجا پرید؟ از در نبر اومده باشد. من اصلا بابا دو خونی میکنی از مایا اینجا آمده است که در وصف پدر سرود دارید؟ بله خب زمزمه نمایید. البته مرحمت. پدر باریگرانی زندگی بر دوش سرگردانه خدا جان باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان پدر باریگرانی زندگی بر دوش سرگردانه خدا جان باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان
خدایا باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان. پدر یک عمر غمبار است، غمخوار است، غمدار است. غم و اندوه و درد و حسرتش ز روز برگردان. بسد مهر و نوازش با دلی شاد و لبی خندان. ای سحر برون برایت شامگه بر خانه برگردان. خداوندا خداوندا خدایا باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان. ستونی خانه ما را درختی پر ثمر گردان. سلامت باشید پدر. واسه پدرها خوانده لیکن مادر خفه نشود. با دعایت مادرها سرسبزی دنیا می شوم. در نبرد زندگانی دست بالا می شوم. با دعای سبزی تو ای مادری دریا دلم. چشمه باشم مگر مانندی دریا می شوم. چشمه باشم مگر مانندی دریا می شوم. مادر جان زنده باشین. با دعای شما البته سبز شما را نبرد خدا باشین. همتون پروردگار به سالهای دیگه به ماهای دیگه عمر درست تنی سر دست اختتام کرد. آمین آمین آمین. قسمت دویومی برنامه ما شروع می شود. اکنون نبیره من سوالهای کاغذ پیچش رو پیشکش می ای کاغذ پیچ و خواتیر رو میگم. خب در اول همین بخش دوم یک چیز رو میخوام قید کنم. برایتون کسی گفته بود که صدایتون زیاد به ملکه سعیدова مانند است. راستی همه محفل ها یا اینکه در دانشگاه بسیار میگفتن که آوازی شما به ملکه سعیدова و شادروان رحمتی دیگه راپوا بسیار مانند است. ملکه سعیدова استاد شما است؟ نه راستی استاد نیست و زیاد دوستش میدارم. استادم نیست. بابا جان این نبیرد از درون یخ پاره ها قدر سوال زیاد آورده. باید به حالت این پاسخ گیرد. الله که من نمیدونم که چی فکر کنم. باره شده است که در زندگی کسی را امیدوار کرده باشید و پس آن امیدش را شکسته باشید. بله بله؟ بله بله؟ بله کی بله. باشد؟ خیلی در فرض کردیم که در یگان کار یا که در یگان اظهار شاید در جانب دیگر باشد نمیدونم لیکن شده است کمتر. شده است. ها البته. نبیره جانم یک سوال در پای من دیم. چون میبینم در اینجا پیرهای خاندان. من گفتم از درون یخدان بابا خودش آورده است کو. دخترم همین بله، زندگی بابا جان. پستی و بلندی ها دارد. آه. برای زندگی آسایشته مرد و زن باید چیکار کنند که زندگیشان تا آخر پر محبت گذرد؟ شاید به این سوال پدر و مادر پاسخ میگویند. رشت نکنم. آها رشک نمیکردید می. همه رشت نکردی زندگی تا آخر. جوانا اگر شما ما را تماشا میکنید پس سخنهای این مادر را نه. فراموش نسازید. مادرم بعد دیگر فهمید. یعنی همین استواره زندگی شما از هم دیگر فهمید. بله. جنگ و جنجال میشد می. خاک باینده میشه نوشیده نمیشه. جنگ به جنجال. میزدن یا میزدید. آفرین. نه راستی اهل خانه ما همه کارگر پدر کار میکردن مادرم نیز کار میکردن. وقتی که ما خورد بودیم در یاد ما هست وقتی که اوچم مای کار دیرتر میومد پدرم برای ما خوراک میپخت. آفرین. ما ایره فراموش نمیکنم وقتی که اوچای ما دیرترک میومد ما مایده بودیم لیکن در یاد ما هست که پدرم برای ما مثل حاضر چخلی که من علاو کردم همین خیلی بالای پیچکده برای ما اوقات میکرد خوراک میپخت.
вақте ки падарум нест модарум барвақттар меомад то омадани падарум аллакай ҳама чи омода буд. ман ҳис мекардам ки ё ай аввал якдигарфаҳмӣ будак байни якдигаршон. ба фикри ман мисли ҳамчун фарзанди амино ҳамчун мисол мегӯм ки дар зиндагӣ аввал ҳамдигарфаҳмӣ новобаста коргари ё хонашин ҳамдигарфаҳмӣ сабр дар зиндагӣ ҳамеша муваффақият ай. падари азиз, ҳамин ҷавонои ҳозира чӣ кор кунанд ки зиндагиашон ҳамихел мустаҳкам гузарад? бисёр ба ҳамин гапҳои мо амал кунад. амал кунанд. бале Чхеле ки Браҳира. фарзанди ма бо оили ма. бале бале Беҳтарин. бале هر یک کار صبره بچم صبر کردی شله همش میشه бале خانم چمنگل бале خب بارش دست که با همین صدای مردی یعنی آوازتون رو با آواز مرد مونم کرده باشه. вақте ки ту брам биём овозам худаш ранги мардак меша мегира шояд нафаре нашунохта бошад ки шумо дар хунукӣ меравӣ мехонӣ меоӣ аллакай озод гирифтагия шояд занг бизанем ягон кас намешноса намедонам. خب مقصد ما نیز همین است. شما О, аллакай ман бояд мардак шавам. Шид биё. شما با دل خواه نفر که خود میخواهید از همان تلفنتان خب زنگ بزنید و Фақат громко намемонам нагӯед. البته خب تلفن رو در بلندگویت میمانید و اون آدم باید درک نکند که شما در برنامه اشتراک دارید و با آواز مردی با او صحبت کنید. О, бо ки суҳбат. абдулло дазан Мард занг занам ба занг занам. خب حرف اختیار ندارد. شما است. ба яке аз наздиконат алло алло салом алейкум чиқар шумо шумо куҷодаен имкони гапзанӣ дорем ман мехоҳам ки як латифа гӯш кунам як латифа бигӯем ки ман бихандам фақат хоҳиш мекунам ки ягон калима нагӯ фақат латифа бигӯ ман я латифа бигӯ мебахшед ман аз шумо хоҳиш накардам ки бихандем гуфтам я латифа бигӯем ман намедонам латифа як латифа бигӯем ки ман бихандам хурсанд шавам хай بچه‌ش میبینه میگه ها موشین آخر میگه اتا میگه ها میگه خیلی هم برای تینه من موشین تا در جونو تاش میزنم میگه من وقت جونو تاش میزنم بیتیه شافه بعد میگه اوخی و تا میگه ها اوخی خیلی یک دمیزنی سپورش نداره بمونی بری موشین آخر میگه پدنالان همون دیده بمون میروه خیلی دیگه میمونه میوید شنبه تو مثلا دیگه باید کلوب را بگیری دیگه میکنه که نداره میگه ای اتا میگه ها اوخی دی دوشک دمون دو اومدن شنبه او که نداره کلوب که دمون کلوب را میگه ман гуфта будам я ҳаҷме бигӯ ки ман бихандам гира каду بدارم بدای فایدی саломат бошед майли хай мебахшед мо шуморо озор додем бача ҷон калон шавӣ чӣ кора мешавӣ من میخوام که کلام شوم پرکلام شوم офарин аллакай дидед марҳамат саволи дигар خانم چمنگل بله. ما راستی کوفته خونه شما رو آمده سلامت راه خونه باشید. شما کمی دورتر ها خب میخوام یک سوال بگم که آیا شما مثل دیگر سرایندگان ماشین شخصی خود را دارید؟
نه ندارم نداری. ماشین شخصی ندارم چه خیلی که دیده تازه همه راه کوفته آمدین همه راه دور را طی کردین ما هر سحر همه راه دور چه خیلی که ای چهار حتی ایجا را کوفته آمده راه را ما گفتم که ما همه خیل پیاده حتی میرم ای همینجا بچه ها پیاده میرم و دوامش یا مشروط یا تاکسی چی که پیدا شود مرام هر سحر میرم هر بگم میبینم ما شنیدیم که همین خانه بسیار هم زیبا و زمانوی را با همون مهنتی البته. سختگیرانه خودتون ساخت کرد. البته تشکر. این البته. هنر شما را نه هر مرد داره. سلامت باشین بابا جان خیلی نمیدونم در همین سال نوی بابا وقتی که خودش پای قدم خونه درآمد البته ماشین میخرم ولی ایریشی بابا جان یک تا میکنم یک تا بابا جان کنده میگیرم ماشین بشم انشالله بابا جان مرا دو میتین شما در سال نوی که ما همین سال نو در یک تا ماشین بدیل مگیرم نبیرم 3 آرزویت را قبضم. او بابا جان یک یک آرزوی اولینم که یک تا ماشین آفرین انشالله میشوید. آرزوی دویم بدیل گمایلی میشود. شما جنبونه هاگه شوه فهمیدم الکه. الان فهمید خب آرزوی آرزوی سیوم خیلی میخوام که خانوادم همیشه تنج باشن پدر و مادرم در بالام تنج بالای سرم تنج آسوده باشن فرزندای پدر دوست و نزدیکام رفیقام همش خوشبخت و خرسند باشن همراهی من باشن نمیخوام که دوست و نزدیکام دور باشن خدا خواهد. این آرزوی شما حتما عملی میشود. سلامت باشی بابا جان نیتی نیک. نیمی دولت آفرین. آب نشده خواهش های خانم شمنگول را اجرا کنید بابا ما جان نیز بعدی از اینجا رفتن دعا میکنیم که آرزوهایش عملی گردد. آمین بابا جان تشکر. ماشین فراموش نمیشد بابا جان خب خانم شمنگول بله. در جز همین کسب سرایندگی در زندگی باز خب کسب دیگر نیز پیشه خود کرده اید؟ نه راستی دیگر در نظرم که خیلی تنها سراینده هستید؟ بله سراینده هستم دیگه چیکار کنم یگان کاری نیست که بگم نتونم ای دستم نمیبیه نیست در نظرم دیگه اگر به یگان کس که همین کار کسب من میگم ای همین کسب اخی من میتونم کو یگان کار دیگه بگن ای کسب اخی من را میتونم کو نمیدونم دیگه چی کار باشه که من بگم کسبی من راستش رو در توی ها فنگرام میخونه ببین که این رای مخلصای ما پرسین هر کجای در بخب کردیم پرسین مخلصای ما را حالی به توی خودت میبریم که او پشته نبیرم بعد ببینیم زنده میخواند یا با فنگرام. چودرت بالا کرده نبیایی که اپا جون فنگرام میخوانی دخترم و فکرم امی تخت بچن رو میشناسی. آها میشناسم همون کس اگر مفتونی صدای شیرداری شما شوند و خواهش کنند که همراهشون یک سرود این دیسکی سراید اجرا کرده میتوانید رد میکنید تمام نفر رو. اگر اجرا کرده نتوانم کوشش میکنم که کتیش خونم این دیسکی سرود داریم یک بلا کرده میخونم یک ایلاج کرده میخونم ناامید نشود. البته تشکری زیاد ما باوری داریم که در کدام ژانری که به شما سوال دیم شما از عهده خواندنش میبرید. البته برای چی نه تا زنده باشم میروم بر کوی تو با پای دل تا سر نهم بر پای تو با جمله زاری های دل ای نوبهار عشق من شرق و برار عشق من ای نوبهار عشق من برق و شرار عشق من تا زنده باشم میروم بر کوی تو با پای دل تا زنده هستم میروم بر کوی تو با پای دل آفرین. همه همین این ژانر خلقی آواز خوش استرادا. خسته نباشد. سلامت باشین سلامت نبیره باشین بابا. نبیره جانش ما کمتر سراسه ما کدومی با شما را انتظاره بابا بله. جان با خویشوی چی مرا می‌شود نبری یکم که کسته بود همه پیرهای خاندان یک دعای نیکی دیگر البته جمع بابا برنامه رو جان. با همین شما طرف یک کم با هستیم. ما نمیشنید بابا جان حتما نشینید. بچه ها رو جواب ده میشینیم حتما همراهی نبیرم. مایلش با جان و دل با جان و دل پدری ما شما را بابا جان دیگری به سرم دو میگرد خیریت قدم مبارک بودی آمدی سال نو بله پروردگار هر آرزوی داره در سال نو
عملی کرده عمری دراز با برکت در کارات آمد در اونتون برکت عطا کنن خوش آمدید به همین ملکی دخترچی و آمین. سلامت باشین. خوش آمدید بابا جان. خوش آمدید نبیره جانش.